فرندای گلی ببینین عقابی که تو پست قبل از کرکس و کتک خورده بود با طاووس چیکار کردن. خودمو رسوندم به قفسشون و گفتم آخه عقاب و کرکس با هم جور در نمیان. چطور که دیدم یک کرکس برعکس اون دوتا کرکس وحشی با عقاب دوسته. پس بهش گفتم سلام. مامان سلام. والا چیزی نیست که سلامش بدیم. آخه این عقاب است که کتک خورده. بیا ترسید رفت یه گوشه نشستی بدبخت. عقاب خیلی حواسش جمع بود تا دوباره کرکس غافلگیرش نکنن. اومدم بالا در یه طاووس دیگه بود ببینید چی شد. الهی وای چقدر تو خوشگلی. سلام. چی میلرزونه چرا؟ قشنگ خود نمایی کن. چرا چرخی به سمت شما اون بخشیده دنبال همون زید خودش. حالا بارد آخر رو ندیدی که هم دیدنی هم آموزشی.